عزیزانم، صبر تلخ است لیک به خود شیرینی می آورد، چون میگویند میوه صبر شیرین است. یک مرد و زن دو پسر داشتند. روز مرد به زنش میگوید: زنک، چی می شود پیامبرمون رو به مهمانی دعوت کنین؟ بعدن زن میگوید: بسیار خوب می شود. مرد کارد را گرفته یک گوسفند داشت، همون را میخواهد که قربانی کند و بکشد. زن باشد نانی گرم میپزد. هنگامی که رسول خدا با صحابه هایشان در راه بودند، مرد گوسفند را میکشد. بعد هر دو پسرش میبینند که پدرشان چگونه گوسفند را میکشد. یکی خردی بود و دیگری کلانی. هر دو پسرها بالای بام برآمده کلانی خردیش را با کارد سرش را میبرد. این کاری آنها را پدر و مادرشان دیده داد و فیغان میکنند. پسری کلانی از ترس خودش را از بالای بام به پایان میپرتاید و خلاص هر دو پسر از عالم میگذرند. مرد از زنش خواهش میکند: زنک جان، صبر کن که مهمان ها رو به خرسندی پیشواز گیریم و گسیلانیم، بعد مردم رو به جنازه دعوت میکنیم. زن که با تقوا بود، پرطاقت بود، صبورانه بود. در همین وقت پیغمبرمان با صحابه هاشون میرسند و زن و مرد آنها رو با خرسندی پیشواز میگیرند. دو فرزندش از عالم گذشت است و با خرسندانه مهمان ها را پیشواز میگیرند. یگان تای ما این را طاقت کرده میتوانیم. دسترخوان میپرتویند و خوراک میآورند. بعد رسول خدا به مرد میگویند: فرزندهایت کجا؟ مرد میگوید که در بیرون بازی کرده ایستادند. بعد پیامبر میگویند که فریاد کن بیایند. مرد هیچ چیز نمیگوید. باز خواهش میکند: فریاد کن. مرد چیزی نگفته فریاد میکند، اما هیچ صدا نبود. دو بار فریاد میکند. دفعه سیوم فریاد میکند که هر دو پسرش را در پیش چشمش میبیند که دوان بله پدر جان گویان میآیند. حیران میشود. پیامبر خدا میگویند: ای مرد، ما در راه بودیم که خبری مرگ فرزندان تو را فهمیده بودیم. این با صبر تو و همسرت که خداوند دید، از نو به شما فرزندهایتان را داد. بله عزیزان دل، شاید بسیاری ها به این گفته ها باور نداشته باشند، لیک میوه صبر شیرین است. خداوند همیشه همراه صبوران است. بنابراین در زندگی صبور باشید.